تخریب کرده و مشکل خلق کرده. دندانایی که سر مایی تیز کرده دندانایش به کمک خودم میکشه. اما می شود دندانهای دکتر را کشید؟ یک تکلیف دیگه هم به من در این وقت متوجه شد که من باید می دندانای خودم متوجه باشم که کسی بخبر نکشه. از عجایب قرن، ولایت در بلخ، دفتر در وزیر اکبرخان کابل. شاید این آنقدر هم عجیب نباشد هنگامی که یک کشاورز از دنیا بخبر والی تعیین می شود. ما در قندوز یخانی خدا کرده گشتم. چی گپ پر دکتر برادر اینتر شد معرفی می. از 1.5 میلیون قرن قبل تا دریافت لقب پست رسان افغانستان. تمام که هموطنان گرامی، مطلعاً خدمات پستی در کشور قدامت تاریخی بیش از 1.5 میلیون قرن داره. آیا چی گفت؟ یک فلش بک است. این گزارش بسیار جالب است. فلش بک است. بریم چی وقتهایی داشتیم. میدانید وزیر مخابرات دستور زبان را از چی کس فرا گرفته است؟ اول خب من با این لفظ شهروندت موافق نیستم. شهروند تا طبعا فرق میکنه. شهروند یعنی شهری. تا هنوز ریکارد فریاد زدنهای رئیس جمهور غنی را کس شکسته نتوانسته است. مثلا این فریاد زدنهایی که بعداً او را مجبور به پوزش خواستن از زنان ساخت. جرأت کنه به محکمه بیایه ادعای خود تثبیت کنه، ارنه چادر بپوشه. کرزی و بیماری ضد خارجی. شاید روز کرزی نباریدن باران را هم توطئه خارجی ها بداند. اگر نه همه تو ناجور است میگن کدام ناجوری خارجی آمده، ویروس خارجی است، ما افغان ها را در بدر کرده. این سر تا سر با خارجی ها مشکل داشت. در بدر کرده. هر چی دوای خارجی خوردم جور نشد. آخر هر چی من داغ گردن خارجی ها. اونم استاد. انشالله که ماش چارهشان میکنه. البته او آدم غیبتگو هم است. یگان روز مثلا روزهای چهارشنبه میشیستیم، اگر کار نبود قسم میکردیم. از هر جای دنیا گپ میزدیم که اتور است، اتور است، فلانی تو غیبت مردم میکنیم، هزار گپ میکنیم. هنگامی که معین وزارت مالیه یاد دوران کودکی ها را در دفتر تازه می سازد. لالای صاحب این خانه ملت افغانستان از خیرت خواه است. رد جنگ. لالای صاحب پارلمان سالهاست به محل طنز مبدل شده است. کاش که قلم پیش معاون صاحب بودن. قلم از قلم. معاون صاحب از حال شروع کردیم، قلم با خود بردیم. از حال شروع کردیم. قطعه تشریفات برای پول، رئیس اتحادیه صرافان هرات و عکت سرقمندان اعلای قوای مسلح. اما این دیگر نهایت عجیب و خنده آور است. بر ضد پاکستان تظاهرات کردند اما پرچم نایجیریا را آتش زدند. دو آتشه های جامعه مدنی که خودشان را چیز فهم میگویند. این گزارش از 1.5 میلیون قرن قبل سال 1397 تان پیشاپیش مبارک. اما به یاد داشته باشید تلفن هایتان در این سال خاموش نباشد. شاید ناگهان تماس دریافت کنید که زندگیتان را تغییر دهد. امکان دارد در یک پست مهم دولتی تعیین شده باشید. این را هم در نظر داشته باشید اگر گاهی در تظاهرات شرکت کرده پرچم کوریای شمالی را با آتش نکشید. سجاد محمدی، تلویزیون 1.